قوانین کشور ژاپن که قبل از سفر به این کشور باید آنها را بدانید. سفر به ژاپن بدون داروی سرماخوردگی آنفولانزا. اگر به تور ژاپن می‌روید، باید قبل از به همراه بردن داروهای سرماخوردگی و آنفولانزا خودداری کنید. طبق قانون سخت ژاپن برخی داروهای مسکن که حاوی کدئین هستند غیرقانونی محسوب می‌شوند و اگر این داروها را به همراه داشته باشید با مشکل روبرو می‌شوید. بهتر است ابتدا با آژانس مسافرتی که قصد خرید تور خارجی از آن را دارید صحبت کنید و مطمئن شوید چه داروهایی در این کشور جرم است. اگر مشخص شود شما یک داروی ممنوعه را با خود به ژاپن آورده اید، دولت این کشور می‌تواند شما را بازداشت یا اخراج کند. در کشور ژاپن چیزی به نام آتش زدن پرچم یک کشور وجود ندارد و اگر این اتفاق بیفتد طبق ماده 92 قانون جزای ژاپن 1907 فرد مجرم شناخته می شود. زیرا این کار را توهین به یک کشور خارجی می دانند و برای آن 2 سال زندان یا جریمه نقدی تا 200,000 ین در نظر می گیرند. ناگفته نماند این قانون برای پرچم خود ژاپن نیست و اگر به اشتباه پرچم آنها را آتش بزنید به دلیل آزادی بیان مشکلی برایتان پیش نمی آید. برخلاف ایران که برخی از رانندگان حتی برای اذیت کردن آبران ممکن است گلو را روی آنها بپاشند، در ژاپن این کار جرم است. وقتی در حال عبور از چاله‌ای هستید که داخل آن آب کثیف و گلو جمع شده است، باید سرعت خود را کم کنید تا از آن روی مردم ریخته نشوند. اگر این قانون را رعایت نکنید، این افراد می توانند علیه شما شکایت کرده و از شما 20,000 ین جریمه دریافت کنید. حین بازدید از جاهای دیدنی ژاپن احتمالاً متوجه خواهید شد که خبری از سطل زباله در خیابان نیست. با این حال این کشور روی زباله ریختن شهروندان بسیار حساس است و اجازه ریختن آنها در مکانهای عمومی و خیابانها را نمی‌دهد. در سال 1995 در این کشور یک اقدام تروریستی اتفاق افتاد که بمب‌ها در سطل زباله جاساز شده بودند. همین عامل باعث شده است تا دولت ژاپن تعداد سطل‌های زباله را کمتر کند. مردم این کشور زباله‌های خود را در طول روز نگه می‌دارند تا به خانه برسند و به سطل زباله بریزند. این قانون سخت ژاپن واقعاً کمی عجیب و دشوار است. اگر این قانون را رعایت نکنید، دولت ژاپن می‌تواند تا 30,000 ین شما را جریمه کند. پس حتما قبل از سفر به این کشور خود را برای رعایت این قانون آماده کنید. سیگار کشیدن در ژاپن جرم نیست، اما برخی جاها ممنوع است و نباید در آنجا سیگار بکشید. ژاپن به دنبال کاهش تعداد سیگاری ها است و به همین دلیل دستورالعمل‌های سختگیرانه را برای سیگار کشیدن اعمال کرده است. در جاهایی که نباید سیگار بکشید با علائم و پوستر مشخص شده است. حتی در این کشور در حین پیاده‌روی هم نباید سیگار بکشید. اگر در شهر توکیو این قانون را نادیده بگیرید تا سقف 5,000 ین جریمه می‌شوید.